اولا روزه تقسیم می شود به روزه های نافله و روزه های فرضی. روزه فرضی که شما قضا دارید، یا اینکه روزه رمضان که برای هر یک مسلمان فرض است، یا اینکه روزه هایی که شما نذر کردید که مثلا فلان عملم انجام شد، من یک روز دو روز روزه می دارم. این روزه هایی است که برای انسان فرض است و در مسئله های فرضی احد الناس، یگان انسان حق ندارد بگوید این رو نکن. برای همین خواهرانی که قضای روزه میگیرند، روزه رمضان میگیرند یا روزه های نظری میگیرند، آنها میتوانند به اجازه شوهر روزه گیرند. اما روزه که به خاطر ماه شعبان است که انشالله درباره‌اش صحبت میکنیم که چقدر زیاد روزه گیری در این ماه ثواب دارد، یا روزه های پنجشنبه، دوشنبه، روزه های سنت، یا روزه 6 روزه شوال، یا عموما روزه هایی که فقط ثواب دارد و فرض نیست، به اجازه شوهر گرفتنش ممکن نیست. چون در این باره هم حدیث در صحیحین است و در دیگر کتاب های سنن است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن لا تصوم المرأة و بعلها شاهد الا باذنه. روزه نگیرد زن وقتی که شوهرش در نزدش هست مگر با اجازتش. وقتی شوهر در خانه هست از او باید اجازه گیری که من روزه گیرم یا نگیرم. اما اگر در سفر هست، خانه شما یعنی با هم زندگی ندارد، به اجازه او نافله گرفته می شود. اما وقتی در خانه همراهتان هست، روزه نافله رو اول از او باید اذن گرفت که در این باره حدیث صریح آمده است.